این هفته خبر تو خبر داره براتون از وفاق به فنا رفته زرشکیان و بلند شدن این صداها از استبل ولایت. جناب آقای دکتر پزشکیان، افزایش تورم و نرخ ارز و طلا کمر مردم را شکسته است. با این روند امیدواری مردم به یأس و ناامیدی تبدیل شده است. ناترازی انرژی و قطع برق خانگی و قطع برق چاه‌های کشاورزی و گاز مردم واقعا عذاب‌آور شده است. زرشکیانم که تا دیروز میگفت آب و برق و گاز نداریم، الان فاز عوض کرده و تقصیر رو انداخته گردن مردم. ما امسال شرمنده مردممون شدیم، مجبور شدیم بعضی وقتا برقشون رو قطع کنیم. تولید خیلی وقتا نتونستیم گاز و برقشون رو بدیم، مشکل پیدا کردیم برای اینکه بد مصرف میکنیم. خودمون در دولت، در زندگیمون اگر ما باید بتوانیم برق و گاز و نیاز صنعت رو بدیم، خب اشتغال و توسعه و رونق به وجود میاد. بعدم با این ادا و اصولای مسخره دنبال ماستمالی بحران هاست. مثلا این برقا میتونه روشن نباشه، امروز به خاطر شما روشن، به خاطر من روشن، به خاطر من خاموش میکردید بهتر بود. این هم یک کامنت از یک کاربر فضای مجازی به دم و دستگاه زرشکیان. یه سلامی هم بکنیم به اون احمقی که برقا رو قطع میکنه، فکر میکنه که داره صرفه جویی میکنه تو مصرف انرژی. کله پوک، پکیجا با برق کار میکنه. وقتی تو دمای منفی 12 درجه زنجان برق رو قطع میکنی، خونه یخ میزنه. بعدش 2 برابر انرژی مصرف میشه که خونه گرم بشه. توی یک کشور نخبه پرور یه مشت پخمه شدن مسئول. خدا آخر عاقبت هممونو بخیر. کارگزارا و مدیرای حکومتی هم مشغول توریزی کردن به چاپ ملتن. نرخ منطقی یعنی افزایش رو منطقی هست. همین حبوبات رو، چای رو ما نمیگیم حالا شنونده مصرف کننده میشنوه بگه 3 برابر شده، بگه منطقی هست، میگیم پایش تغییر کرده. الان نمیتونیم بگیم بازرگان تو با 69 تومن ارز کالا رو آوردی بیا بده مردم 28500، میگه 28500 منو بدم. خب پس اینجا میگیم که این منطقیه دیگه، بایستی بالا میره. نتیجه چیه؟ نتیجه رو از زبون مردم بشنوید. بازار شب عید امسال نسبت به سالهای قبل چطوریه؟ افتضاح. پدر مردم در آوردن. بازار شب عید امسال چطوره؟ خیلی ضعیف. خیلی ضعیف‌تر از اون چیزی که فکر کنی ندارم. مردم خرید نمی‌کنن. اون همه چی گرونیه. داون. بازار که افتضاحه دیگه. دلار که همش میره بالا. خلاصه که آخوندا با هر ترفندی که هست از سبد مردم دزدی میکنن. این وضعیت مردمه. بعد عظما میخواد بره سودان رو بازسازی کنه. یکی از موضوعاتی که توافق کردیم در کمیسیون مشترک اقتصادی بررسی بشه، مشارکت ایران و شرکت‌های ایرانی در بازسازی سودان هست که در اثر جنگ‌های اخیر خرابی‌های زیادی وجود داره. زرشکیان هم جز مسخره بازی کار دیگه از دستش بر نمیاد. شما خیال میکنید من کیم؟ اصلا این که تصور کنید من حالا رئیس جمهورم چی میگن چه جعبه جادویی دارم ازش در میارم جادو میکنم درست میشه. من 6 ماه پیش با آقای حقوردی تو مجلس قدم میزدم، حالا شدم رئیس جمهور. ببینید کار به کجا رسیده که مجریای رسانه‌های خود رژیم اینطوری مسخرش میکنن. آقای مسعود پزشکیان در آخرین سخنرانی خودش گفتن که تا جایی که میتوان رفت میشود رفت، یا هم چیزی. تا جایی که میتوان رفت میشه رفت.
آقای پزشکیانی مسیری که داری میری تهش مشخصه ها، خیلی ها رفتن تهش بنبسته. آقای جواد خیابانی این مایتابه رو کفش رو نون کشیده تمام شده. اصلا این مدل معروف شدن با سوتی و اینا اصلا یک گذشته دورش، برای ما هم خوب نیست. میدونی من این هم یه چشمه دیگه از وفاق ولایی و دعوای زرشکیان و امام جمعه خامنه‌ای. جناب آقای دکتر پزشکیان عزیز در ایام انتخابات فرمودید که قیمت دلار دست دولت است، دولت بالا پایین میکنه. این ایام انتخابات فرمایش حضرت عالی بود و این دغدغه‌ای شد و شاید یکی از علتهایی که مردم عزیزمون، ما کلیپش هستی های دکتر، کلیپش دیگه، ما چند تا پزشکیان داریم. پیام منو که اینو گفتن بگو بیان اینجا پخش کنن. چشم، من کاش آماده میکردم، اما کلیپش هست، دوستان اگر بتونن آماده کنن. فرمودید که قیمت کلیپ، فرمودید قیمت دلار دست دولت هست، دولت قیمت دلار رو بالا میبره و مالیات رو دوباره بر اساس اون قیمت ها اضافه میگیره. هر کی داره تو کلیپش در بیاره بذارید پشت میکروفون. من اصلا خودم پیدا میکنم، عرض میکنم. چشم. و اخیراً هم حضرت عالی از معلومه من که حرفمو دبه نمیکنم. چشم. رئیس جمهور و امام جمعه خامنه‌ای وقتی اینطوری با هم دهن به دهن بشن، تکلیف بقیه مهرهای رژیم توی تیوریش روشنه. شده آقای قشقابی نه به من نگید، با خودشون من عرض کنم. چرا زمانی که ارز نیمایی بود آقای عزیز، شما 700,000 میلیارد تومان توی 6 ماه به مردم در آوردی. 700,000 میلیارد تومان آقای حاجی دلیگانی، کسر بودجه نباید از جیب مردم تامین بشه. کسر بودجه یعنی از جیب مردم در آوردن. آقای حاجی دلیگانی 700,000 تومان جواب بدی. میلیارد تومان بودجه دیگه کسر بودجه داره. تو تصویب نکردی، تو از جیب مردم نگرفتی. آقای قشقابی اینجاست که جنس پیشبینی ها هم عوض میشه و این آژیرا به گوش میرسه. اگر این ممکن نشه، من قطعا پیش بینی میکنم که هم انقلاب خواهد بود، هم خشونت خواهد بود. همه اینها در واقع به وجود میاد. ایده اصلاحات به این شکلی که تا کنون توی جامعه ما ممکن شده دیگه به طور کامل میتونم بگم منتفی هستن. اون دیگه ناممکنه. فکر میکنه اگر دولت مثلا از دولت احمدی نژاد بشه دولت اعتدال، یا از دولت آقای رئیسی بشه دولت آقای پزشکیان، مثلا اتفاقی میفته. نه بابا، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اینا که همه صاحبان قدرتن، همشون هم همون کسانی هستن که فکر میکنن یه آقا دارن، خودشون هم نوچه‌های آقا هن یا رعیت آقا هن و باید اتفاقا آقای پزشکیان گفت دیگه من اومدم فقط حرفای آقا رو اجرا کنم. این هم یک چشمه از همین وضعیت انفجاری. آقای شمخانی در میاد میگه ما قبلا از بعد که فیلمش نشونش میدن، یعنی گذشتهش نشونش میدن چی بوده، میگه از جنس مردم بودیم، باید برگردیم به جنس مردم. میخوام بهت بگم آشغالا، ما جنس مردمیم، نمیذاریم شما بیت المال خورا یعنی قاطی زندگی ما بشید. بی شرفا باید گورتونه گم کنید. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با واق کردنهای این پاسدار دل و دماغ سوخته شروع میکنیم که بعد جوری قاط زده. رئیس دانشگاه شماست، اون رئیس امنیت با فیوزش از شماست. در تهران، در امیرکبیر، در فلان دانشگاه نامبر وان، همه با همین گفتید. اینا نترسید، ما همه با هم هستیم. لعنت به شما، لعنت به این سیستم کثیف آموزش پرورش شده بود دست انگلیسی ها. مشکلش اینه که اونی که دنبالشه فیک از آب در اومده. البته از این جونورا تو نظام ولایت زیادن. یکیشون این مشنگه که فکر کرده با این شاخ و شونه کشیدن ها میتونه عمامه عظما رو از آتیش چهارشنبه سوری در ببره. ببین به تو نمیرسه واسه ما قیافه کش کنی. خودتو، اکیپتو، بالاخای اکیپتو بندازن تو چرخ گوش، نیم کیلو هم گوش نمیده. یه مشت از سوخالیه همیشه مدعی. بشین تو خونه کارتونتو ببین. انقدر ننه بابا تو. این خبر نداره که با این حرفا
آتیش چهارشنبه سوری رو بیشتر گر میده. دوست عزیز بذارش زمین، بذارش. ممجواد ظریفم تو هفته گذشته قبل از اینکه استعفا بشه یه چنین جمله قصاری گفت. حضرت آقا اون بار و بارهای دیگه بارها به من فرمودن تو نه تنها میتونی این کار بکنی بلکه وظیفته، که اگه مطمئنم هستی که نظرت 180 درجه با نظر من متفاوته به من نظر تو بگی و من اون وقت تصمیم میگیرم. اگه دیدم نظر تو درسته خب نظرمو عوض میکنم، اگرم دیدم نظر تو درست نیست در نظر خودم محکم تر میشم. این عبارتی که آقا فرمودن. اینطور که پیداست ظریف یادش رفته بود رو چه زمینی داره جنگولک بازی در میاره. حالا دیگه داستان مذاکره نکردن وارد نوهای حکومتی هم شده. روبروی ظالمان بایست، نه سازش کن نه مذاکره. کاش یادمان بماند آن همه ستمگری، کیست دلسوز آمریکا یا رهبری. حالا که تا اینجا اومدیم یکی دیگه از جدیدترین سوتی‌های زرشکیان رو هم بشنویم. میگه به اصطلاح چی میگن، توصیه میکنه به این که ما کذالک جعلناکم، نه حالا آیه ای هست که میگه به اصطلاح صلوات بفرست، حالا یادم بیاد. حالا بشنوید از این پاسدار حاجی زاده که تو چنین وضعیتی همچنان مشغول خالی بندیه. من خدمت شما عرض میکنم و خدمت بینندگان عزیز، اگر از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمیشه. البته آخر عاقبت این ادا اطوارا رو ما زیاد دیدیم.